سلام. اول از همه باید بگم که خیلی خوش اومدین و امیدوارم که خوب باشین. من سارام. امروز میخوام بهتون نشون بدم که چطوری یه دونه بوکمارک درست کنیم. بوکمارکی که میخوام درست کنم از مانگای برزرک. الان میدونم که داریم با خودتون فکر میکنین که من دارم اینجا چی کار میکنم. من الان اینجا دارم سعی میکنم که وسط کاغذم پیدا کنم تا بتونم جایگاه درست اون نقاشیم یا هم طراحیم رو درست انتخاب کنم. خب بگذاریم. وسایلی که لازم داریم یه دونه مقوای گرم بالای فابریانو اگه باشه خیلی بهتره. اون گرم پایین نبود اصلا هیچ اشکالی نداره. یه دونه مداد طراحی یا یه دونه مداد مشق خیلی خیلی ساده میتونه اینا هم باشه یا هر مدادی که داریم. یه پاککنم هر چی که بود زیاد سخت گیری نکنین و یه دونه خودکار معمولی، هر خودکاری که در دستتونه، زیاد سخت گیری نکنین اصلا خیلی شل. و یه دونه کاتر و یه دونه یه قیچی، فرق نمی‌کنه هر کدوم که راحت تری. و در آخر هم یه دونه تلق لازمه، تلق ساده تلق و شیرازه. اینجا هم که دیدین من داشتم از جوهر استفاده میکردم و خب جوهرم فوت کرده و رحمت خدا رفته و تموم شده و من نتونستم ازش استفاده بکنم و بتونم کارمو راحت تر بکنم. حالا از اینا بگذاریم. من داستان از این قراره که من اینو میخوام هدیه بدم، این بوکمارک رو هدیه بدم به یکی از عزیزانم و خب یک چند وقتی گذشته، فکر می‌کنم یک ماهی گذشته از اون زمانی که من این ویدیو رو ریکورد کردم و چون آپلودش نکردم چون که نمیدونستم که روش حرف بزنم یا روش آهنگ بذارم. ان شاءالله که بپسندین. من دارم صحبت میکنم، اگه نپسندین نگاه نکنین. خب و این ویدیو اولی که من دارم آپلود میکنم، برای همین که ممکنه که توپق بزنم و اشتباه بکنم. به بزرگی خودتون ببخشید. همونطور که گفتم این بوکمارکی که من دارم درست میکنم مال مانگای برزرک. حالا مانگا، برای اونایی که نمیدونن، مانگا به کتاب مصور میگن. حالا من نمیدونم ژاپنیا به کتاب مصور میگن مانگا یا کتاب مصوری که ژاپنیا نوشتن میگن مانگا. ولی خب این مانگایی که این کاری که من دارم میکنم مال مانگای برزرک و این آقایی هم که اینجا میبینین گاتسه، اسم شخصیت اصلیش گاتسه و میتونم بگم که یکی از برجسته ترین کارهای که میتونین ببینین. اگه وقتم ندارین حتما برین کتابشو ورق بزنین و آرکاشو حتما ببینین، چون که خیلی اقتباس کردن ازش و خیلی تاثیر گرفتن ازش و خیلی فوق العاده است. حتما نگاه کنین. و خب خبر بعد اینه که نویسنده این کار سال 2021 فوت کرده، چون که این کتاب خیلی براش فشار کاری داشته و خیلی سخت بوده و دچار عارضه قلبی شده و فوت کرده. اینو من شنیدم، نمیدونم صحت داره یا نه. اگه صحت داره تایید کنین، اگه صحت نداره که تایید نکنین. و فوت کرده سال 2021 و خب کتابش نصفه مونده. و خب خبر خوب اینه که از اون طرف دوست و همکار قدیمیش اومده گفته که من انتهای داستان رو میدونم و خب قصه نخواین فنا و طرفدارا، من آخرش رو براتون مینویسم. و دوباره شروع کردم به نوشتن مانگا و ادامه دادنش با تیم خود آقای کنتورا میورا، خالق اثر. دیگه سرتون رو در نیارم. این نشونه که من الان کشیدم بهش میگن sacrifice sign یا نشونه قربانی شدن فکر کنم. حالا معنیش چیه؟ طی یک برنامه و یک نفرین که میفته روی گاتس، این نشونه میفته روی گردنش و هر سری که این دیمنا و شیطونا و اهریمنا نزدیکش میشن، این نشونه شروع کنه به خونریزی کردن و خب این یک نشونه‌ایه که بد اقبالی داره نزدیکش میشه و خیلی هم بدبختی میکشه، خیلی هم زجر میکشه
امیدوارم که در آخر یک پایان خوشی در انتظار گاتس باشه. من اینجا دارم از تکنیک هاشور استفاده میکنم. یک هاشور خیلی پوری هم سعی میکنم داشته باشم که بتونم خوب تیره بکنم، چون خود شخصیت گاتس درسته که از بیرون تیر اصلا از داخلش نور داره، یا تا اونجایی که من خوندم هنوز نور توش بود. نمیدونم در ادامه چپترهای بعدی که میخوام بخونم چه اتفاقی براش میفته، دچار تیرگی میشه یا نه. و خب زیاد من پیگیر نیستم اونقدر زیاد، ولی شما پیگیری کنید مثل من نباشید. دیگه سرتون رو درد نیارم. اینجا هاشونمون تموم میشه و میخوام از کاتر استفاده کنم که اولش بهتون گفتم. و خب من موقع استفاده کردن از کاتر یک اشتباه خیلی بزرگی میکنم و اون سکریفایس ساین رو کلن در میارم. نباید این کار میکردم چون که لغو میشه بعدن توی کارم. شما سعی کنید اگه میخواین این کار انجام این حرکت رو بزنین کلن یک جوری باشه که درش نیارین، چون بعدن سر جاش لغو میزنه. چون میخوام روش جلوتر نشونتون میدم روش تلق میکشم و این ممکنه که توی تلقاتون حرکت کنه و تلق هم کیپ میشه دیگه، تکون نمیخوره. الان دارین نگاه میکنید، دارین میبینید که دقیقا من دارم اشتباه میکنم و نه اون اشتباه رو خب من اشتباهم کردم متاسفانه و خب کلن سکریفایس ساین رو در آوردم و خدا رو شکر پارش نکردم. اگه پارش میکردم واقعا خیلی بد میشد. و ببینین که الان اینجا دارم یک فکری میکنم که درستش کنم و خب بهترین کار اینه که بذاریش دوباره سر جاش. و الان هم دارم آتیشا رو در میارم. بچه‌ها من اشتباهی که کردم این بود که یک تخت شاسی زیر دستم نداشتم و میزم خش افتاد. امیدوارم که از اعضای خانواده‌ام این فیلم رو نبینن چون دعوا میکنم میزا خش انداختم. و خب این آتیشا یا همین حاله‌های گاتسو، حاله‌های خشم گاتسو در میاریم. و خب اینجا هم که همونطور میبینید من گوشیم داره خاموش میشه و تونتون دارم تمیزکاری‌ها رو میکنم و اینجا هم قیچی میکنم. بله و اینجا من یادم رفته که براتون از اینکه تلق و چسبوندم فیلم بگیرم و خب این نمای آخرشه دیگه و اینم خرابکاریم که جمعش کرده بودم. اینجا هم لایک کتاب گذاشتم که ببینید بوکمارک چطوریه و به من بگین که از این سبک ویدیوها خوشتون میاد یا که نه و ویدیو بعدی در مورد چی باشه. امیدوارم تا ویدیو بعدی خوب باشین. بوس بوس، خداحافظ.